سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. آقا تو ویدیو امروز قرار حواشی پورن دیدن ایدن راس رو استریمش و قضیه فوت شدن جوان‌ترین رپر دختر رو دنبال کنیم. و قبل اینکه بریم برای ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. برو بریم برای این ویدیو خفن. لتس گو. خب بچه‌ها، ایدن راس یک زمانی یکی از معروفترین استریمرها بوده و با افراد مشهور زیادی استریم کرده، ولی از وقتی که به پلتفرم کیک رفته کارش پسرفت کرده. قبل از اینکه ادامه داستان ایدن رو بشنوید، بذارید در مورد کیک حرف بزنیم. کیک برنامه‌ای است که نسبتاً شبیه توییچه و توسط یکی از استریمرهای قدیمی توییچ به اسم ترین ریک ساخته شده. ترین ریک یکی از معروف‌ترین استریمرهای توییچ بود و کلی پول از قمار در می آورد و حتی سایت قمار استیک هم اسپانسرش شده بود. ولی وقتی توییچ قمار کردن رو ممنوع کرد و ترین ریک رو بن کرد، ترین خیلی خوشحال نبود و تصمیم گرفت پلتفرم خودش رو بسازه. او در دسامبر 2022 توییتی میزنه و میگه توییچ خیلی از ماها رو بی‌دلیل ول کرد. به عنوان کسی که 16 ماه پشت سر هم پنجمین استریمر برتر شده و الان هم جزو 10 نفر اول استریم جهانه، خیلی خوب توییچ رو متوجه میشم. توییچ بیشترین درصد رو نسبت به پلتفرم‌های دیگه میگیره. حتی یوتیوب 30% میگیره، اما توییچ 50% درآمد رو میگیره. و ترین در ادامه توییتش گفت که پلتفرمی که قراره بسازه یا همون کیک فقط قراره 5% سود بگیره. و بچه‌ها الان ترین ریک پلتفرمی ساخته با اسپانسری یه سایت قمار و سعی داره که با توییچ رقابت کنه و داخل کیک دسته‌بندی قمار ممنوع نیست و این دسته‌بندی همیشه در اول لیست هست. This is a loss leader for stake.com to be able to advertise their business in a way that gets around the bans on the mainstream platforms like Twitch and YouTube. This is just another way to do sponsored gambling content. در ماه فوریه 2022 ایدن راس میگه که میخواد کیک رو امتحان کنه که بریم از زبون خودش بشنویم. I'm going to kick this week. I'm going to be doing Omegle, watching live sports, watching movies, prank phone calls, doing unlimited. We can literally watch porn together. I can jerk off with you. No, I'm still celibate. But if I wanted to, we can do whatever the fuck we want. There's no terms of service over there. You guys can say whatever you want on my chat. Nobody can fucking ban. اما ایدن با عوض کردن پلتفرمش و محتواش خیلی حاشیه‌ها درست کرد. جیکلاکی توییتی زد و گفت چند روز پیش ایدن راس تصمیم میگیره تا برای ویوراش پورن استریم کنه. نمیدونم چجوری کسی در مورد این موضوع حرفی نمیزنه. There's no fucking way. What? You're just having this on stream. Is that bad? What? Why don't you just like rate videos for him? و بچه‌ها اگر نمیدونید، نشون دادن پورن به کسایی که زیر سن قانونی هستن جرم حساب میشه. قانون به شدت از نشون دادن صحنه‌های پورن به کودکان جلوگیری میکنه. هر تلاشی برای نشون دادن یا منتقل کردن این صحنه‌ها به بچه‌های زیر 16 سال حتی در اینترنت پیگرد قانونی داره. چند وقت پیش با یکی از مشاوران کیک در مورد پخش شدن پورن روی استریم ایدن صحبت شد که بریم با هم ببینیم. You're one of the co-owners, aren't you? You're like one of the main people that speaks on this. I'm an advisor. Yeah, I'm pushing for. So you didn't advise them to fucking possibly ban the guy for showing porn to minors for a little bit? I advised him to give a 24-hour, and I chewed him out when I called him, and he can confirm this. Okay. Well, this is great. 24 hours? You think you should get banned only for 24 hours for showing minors porn? You as an advisor and as like a co-owner of a platform can't control Aiden. But that's not it. و بچه‌ها قضیه همینجا تمام نمیشه و ایدن راس و ترین ریک هر دوتاشون فوتبال آمریکایی رو برای صدها هزار نفر استریم کردن که بریم قضیه رو کاملتر از زبون این آدم بشنویم. Last night, a couple of big streamers rebroadcasting the Super Bowl in real time to hundreds of thousands of people. Their justification for these actions was that their new streaming website didn't have a term or condition that prohibited such actions. But there's a big problem with that. It is still copyright infringement. It doesn't matter what the terms or conditions were on that particular platform because the NFL is the one who owns the copyright. So unless they got permission from the NFL to restream the game in real time, that is likely copyright infringement with damages in the millions and millions and millions of dollars. The only hope that these streamers have
is that the NFL does not pursue legal action because if they do, they could be in real trouble. بچه ها ایدن راس استریم جرأت حقیقت هم گذاشته. Bro, if you slit his throat, I think I'll give you 20K. I'm kidding. Okay, you're gonna pull the blanket off her, pour it all on her face. Listen, and then they're gonna be like, "Wake up, bitch!" And you're gonna grab the bag, and go smack, smack, smack. و ایدن راس حتی استریم اومیگل هم گذاشته و داخل اون اومیگل بدن مردم رو مسخره کرده. خب بچه‌ها موضوع بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم در مورد دختر رپری به نام لیل تی هست. لیل تی با خبرهای ناراحت کننده‌ای دوباره برگشته که در اون خبرها اومده لیل تی و برادرش فوت کردن و اتفاقی بعد از فوت دروغیشون یک ارز دیجیتال به اسم لیل تی به بازار اومد و بعدش مردم فهمیدن که لیل تی نمرده و فقط هک شده بوده. اگر به یاد داشته باشید لیل تی خیلی در 2019 معروف بوده و به عنوان یکی از جوان‌ترین کسایی که تو فضای مجازی پولشو به رخ مردم می‌کشید مشهور بود. کل کارش هم این بوده که پولاشو نشون مردم میداده، داخل قصر میرفت و حتی رپ درست میکرده و با اشخاص معروفی مثل بد بیبی دوست بوده و حتی یه بار با 6ix9ine رپر معروف لایو گرفته. What's poppin'? Yo, listen, we gonna talk some shit. You ready? Yeah. You give me the topic. We talking shit. Fuck that baby. She a bitch. Talk your shit. Talk your shit. What else? Bitch, she a clout chaser. She sets up everything. She calls the cops. Like, bitch, she's a clout chaser. She just trying to suck my clout. She thought I was the most popular on Instagram, so she set up some stuff. Like, bitch. ولی بعد از اینکه ویدیوهای لیل تی وایرال شد و مردم خیلی دربارش بحث کردن معلوم شد که خیلی از ویدیوهاش فیک بوده. مادر این دختر انگار مشاور املاک بوده و اون ماشینا و اون خونه‌ای که شواف می‌کرده مال بقیه بوده و به خاطر همین کارهای لیل تی مادرش اخراج میشه از کارش و حتی بدتر معلوم میشه که همه این نقشه‌ها و کارا فکر خود لیل تی نبوده و همه این کارا زیر سر برادر بزرگترش بوده که لیل تی رو مجبور می‌کرده تا این کارا رو انجام بده. و بعد از این اتفاقا بازم پستی از طرف برادر و مادر لیل تی آپلود شد که میگفتن پدرشون اذیتشون میکنه و ما میخوایم لیل تی رو نجات بدیم و این پست برای 1 یا 2 سال پیش بوده و بعد اون پست یه دفعه همه چیز از بین رفت و بعد از اون پست یک دفعه همه چیز از بین رفت و لیل تی و برادرش و مادرش غیب شدن و بعد از چند وقت اکانت اینستا لیل تی پستی گذاشت و توش نوشته شد که لیل تی مرده و داخل اون پست این رو نوشته بودن: خیلی ناراحتیم که داریم خبر فوت کردن کودک عزیزمون رو بهتون میدیم. هیچ کلمه ای نیست که بتونه حال بد و دردی که داریم رو توصیف کنه. این اتفاق غیر قابل پیش بینی بود و همه ما رو شوکه کرده و فوت برادر او حتی این درد رو بیشتر میکنه و در این زمان سخت که ما عزادار هستیم ازتون خواهش میکنیم که بهمون فرصت بدید و حریممون رو حفظ کنید. علت مرگ لیل تی و برادرش هنوز نامعلومه و ما در حال تحقیق هستیم. لیل تی همیشه در قلبمان میماند و جای خالیش در قلب کسانی که دوستش داشتن حس میشود. ولی بچه‌ها بعد چند وقت مردم متوجه چند تا مشکل داخل تمامی این داستانا شدن و مشکوک شدن و یه دفعه همه سایت‌های خبری که این خبر رو پوشش داده بودن این خبر رو پاک کردن و حتی توییتر نوجامپر توییتی زد و گفت که پلیس ونکوور و لس آنجلس تحقیقی در این مورد نکردن و گفته که هیچ خبری از مرگ لیل تی نبوده و ما مطلع نشدیم. و یک دفعه معلوم میشه که لیل تی زنده است. وبسایتی که با لیل تی در این مورد صحبت کرده بوده خبری پخش میکنه و لیل تی توش میگه که من خبری نداشتم از این پست و روزی که این پست منتشر شد کلی تماس تلفنی داشتم و فهمیدم که اکانت من هک شده و خبر دروغین از من پخش شده. و دلیل هک شدن اکانت لیل تی به خاطر این بوده که تیمی که لیل تی باشون کار میکرده میخواستن ارز دیجیتال به بازار عرضه کنن و این کارو با منتشر کردن خبر مرگ لیل تی انجام دادن تا تبلیغاتشون بیشتر ویو بخوره. ولی وقتی که از منیجر قبلی لیل تی در این مورد میپرسن اون میگه که خبری نداره و فقط ایده ی ارز دیجیتال رو داشته ولی هیچ وقت ارزش نکرده. بچه‌ها اینم بود از ویدیو امروز. امیدوارم لذت برده باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا پیس اوت. خدافظ.
We'll be right back.